ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи тиловатии пайғом манзури шумост. дар студияи бо шумо Муҳинниса Атамуллоева ва Исмоилҷон Холов. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҷамоати деҳоти Фароб боздиди корӣ ба амал оварда бо афсарону марзбонони дидбонгоҳи сарҳадии Фароб мулоқот анҷом дод ва бо шароити маишии онҳо шинос гардида дар боғи собиқадори мақомоти давлатӣ ва амнияти генерал Худойқул Ҳамроқулов ба маъракаи ҷамъоварии ҳосил баҳои баланд дод. Тафсилоти бештар дар гузориши нахустини барномаи мо. با مقصد شناسایی با فعالیت ساحه‌های گوناگون جماعت دوردستی فراب رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از این جماعت بازدیدی کاری به عمل آورد. نخست رئیس شهر با فعالیت مرزبانان دیدبانگاه سرحدی فراب شناس گردید و همزمان به آنها از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین یک مقدار کمک ها دسترس کرده شد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده ضمن صحبت و ملاقات با هیئت سرحدباران درباره حمایه مرز و بوم کشور، بلند برداشتن معرفت و حس وطندوستی نسل‌های جوان سخن گفت و همزمان اظهار داشت که امروز خدمت عسکری قرض مادر وطن می باشد. همزمان به رئیس شهر اطلاع داده شد که در دیدبانگاه سرحدی فراب برای افسران و مرزبانان تمام شرایط ها فراهم آورده شده است که آنها از چنین توجه و غمخواری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت شهر پنجکین و جماعت دهاتی فراب سپاسگزار می باشند. سپس رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده با هیئت همراهانش با نشأ و نما و جمع‌آوری حاصل در باغ گنرال خدایقول همراقولوف شناس گردید. اینجا ساکنان دهه فراب در جمع‌آوری سیب و دیگر حاصل به دست آمده سهم می‌گذاشتند. مورد ذکر است که از طرف سابقه‌دار مقامات امنیت و دولتی خدایقول همراقولوف در یک زمین بیکار خوابیده باغ خیلی پرحاصل و زیبا بنیاد گردید که امروز میتوان آن را باغی نمونوی نامید. بنیاد چنین باغ‌ها در منطقه فراب برای رشد ساحه و بلند برداشتن سطح زندگی مردم خیلی مهم است. در جریان سفر کاری به جماعت دهاتی فراب رئیس شهر درباره دعوت به صف قوه‌های مسلح کشور، استفاده عاقلانه آب و زمین، آمادگی به دوره تیر ماه و زمستان با مردم و مسئولین صحبت نموده به آنها دستور و سپارش‌های مشخص داد. шаҳри бостонии Панҷакент пайваста ободу зебо мегардад, вале аз тарафи шаҳрвандони алоҳида коргоҳҳо ва муассисаҳои гуногун ифлос намудани шаҳр ҳамоно ташвишовар боқӣ мондааст. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. маданияти шаҳру шаҳрдорӣ яке аз масъалаҳои муҳим буда, он инъикоскунандаи фарҳангу тамаддуни ҳар шаҳру кишвар ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо барои ободонӣ ва шукуфои кӯчаҳои шаҳри Панҷакент роҳбарияти шаҳр, корхонаи давлатии фаръию хоҷагии манзилию коммуналӣ заҳмату талош доранд, вале ҳастанд шаҳрвандоне ки ба қадри ин ҳама заҳмату машаққат нарасида самараи меҳнатҳои кормандонро зери по менамоянд. худ нигаред ба ин наворҳо, хоҳед фаҳмед ки сокинони шаҳр бо бемасъулиятии худ ба косташавию зебоии гулгашту хиёбонҳо боис мекарданд. бархе аз сокинон ин амалро маҳкум намуда чунин изҳори назар доранд. имрӯз мо дар як давлати тинчу осоиста ҳаёт ба сар мебарем. шукри онро мекунем ки тоҷикистони азизи мо рӯз аз рӯз сол аз сол ободу зебо шуда истодааст.
لکه ما درباره شهر و شهرداری وقتی که سخن میرانیم نه که من ببینید حاضر من نشان دادم که خیلی مدنیتی خلق ما خیلی پس است. همون چوب‌های گلویی که کاریدگی گلویه اطراف چوب خلاندگی رشته کشیدگی همون چوب‌های شکسته درونی همون گلها به درآمده گلوی بتون پایمال کردگی. اینجا به البته برای شناندن همین گلها تشبوسی رئیس شهر ما خیلی کلان است که شهر ما آباد شود. ما باید آخه شهر و شهرداری به رعایت کنیم. هر یک وجبی خاک شهر ما احتیاط کردن ما در کار. ساکوی سر دادن، ساکو درآمده است. رشته های کندن این از روی مدنیت نیست. یک آدم از جای دور بیاد دیگر در و دیگر دیده چی میگه؟ بنابر همین من به خلقمان به جوانان مراجعت میکنم که به تازگی شهر رعایت کنند، بی‌مدنیتی نکنند، هر یک چیز احتیاط کنند، زیرا این آبادی شهر خود ما این چشم ما است. واقعا شهر خود را خود آباد نسازیم کسی دیگر آن را آباد نمی سازد. پس بیایید شهر و دولت خود را زیبا و شکوفان نماییم. اگر نتوانیم بهر پیشرفت آن کاری کنیم اقلا زیانی هم نرسانیم. امید بر آن میبندیم که ساکنان شهر و دهات پنجکند باعث کاسته شوی شهر و خرابی آن همه گلگشت و خیابان ها نگردیده برای پیشرفت، برای آبادی و گل شکوفای شهر پنجکند عزیز خود حصه گذاری می نمایند. در مجلس کمیته اتفاق کسبای کارخانه مشترک زرافشان فعالیت 9 ماهه تحلیل و بررسی گردید و نقشه وظیفه ها معین کرده شد. گزارش دیگری برنامه اطلاعاتی پیغام در همین باره. در مجلس وسیع کمیته اتفاق کسبای کارخانه مشترک زرافشان اساساً فعالیت کمیته در 9 ماهی سال 2021 مورد تحلیل و بررسی و وظیفه گذاری های نوبتی قرار گرفت. رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتح الله رستموف درباره 9 ماه فعالیت تشکیلات اتفاق کسبه و اعضای کمیته اتفاق کسبه معلوماتی مفصل داد و همزمان اظهار داشت که یکی از دستاوردهای این دوره سنه 27 سپتامبر سال روان در جلسه جامعه مهنتی کارخانه مشترک زرافشان به امضا رسانیدن متن نوی شرطنامه کلکتیوی به شمار می رود. در مجلس اعضای کمیته اتفاق کسبه صادق معین‌الدین، خالق استانبولات، اکرم و نصیبه، یوسف شیرعلی، نماینده کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه زرافشان رستم زاده فرامرز و دیگران به سخن برآمده فعالیت 9 ماهه کمیته اتفاق کسبه را قناعت بخش ارزیابی کردند و همزمان به رئیس کمیته اتفاق کسبه فتح الله رستموف جهت به امضا رساندن شرطنامه کلکتیوی عرضی سپاس کردند. در جریان مجلس رئیس کمیته اتفاق کسبه فتح الله رستموف بار دیگر از اعضای کمیته و دیگر مسئولین دعوت نمود که باید در تطبیق طلبات شرطنامه کلکتیوی با یک مسئولیت جدی مناسبت نمایند. در کار جلسه کمیته اتفاق کسبه معاون اول دیرکتور ژنرالی کارخانه مشترک زرافشان اشرف حکیم عبداللهیویچ شرکت ورزیده اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون مقام کمیته اتفاق کسبه در پیشرفت استحصالات و تطبیق شرطنامه نوی کلکتیوی ارزیابی کرد و همزمان اظهار داشت که در هر وقت مأموریت با کمیته اتفاق کسبه همکاری های متقابلا سودمند خویش را گسترش می‌بخشد. مجلس کمیته اتفاق کسبه از روی همه مسئله های محاکمه شده قرارهای داغدار قبول کرد. در شهر پنجکند مسابقه جمهوری اوید به وزنبرداری دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه.
با مقصد جلب قشر جوان جامعه به طرز حیاتی سالم. عمومی گردانی ورزش آمادگی و معین نمودن دسته‌های منتخب و اشتراک ورزشکاران در مسابقه‌های بین‌المللی سنه‌های 15 و 16 اکتبر از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند مسابقه جمهوری عاید به وزن برداری دایر گردید. مسابقه با سخنرانی مدیر بخش جوانان و ورزش شهر پنجکند فیروز بابویف آغاز گردیده. بعداً معاون اول رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده سخنرانی نمود و به همه ورزشکاران موفقیت تمنا کرد. پس آن با صدا دادن سرود ملی مسابقه آغاز گردید. در مسابقه ورزشکاران از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان جمع آمده و از وزن 41 تا 89 کیلوگرم بین هم زورآزمایی نمودند. واقعاً ورزش این گروی سلامتی بوده، مشغول شدن با آن نه تنها جسماً بلکه روحاً نیز کس را طبابت می نماید. مورد به قید است که در مسابقه در قطار جوان پسران بانوان نیز فعالانه شرکت ورزیده صاحب جایهای نمایان گردیدند. امروز ورزش در جهان معاصر از معمولترین ساحه‌های دانسته می شود که هر نفری با آن مشغول همیشه تندرست، نیرومند، چست و چالاک و روحاً و جسماً سالم می باشد. باید یادآور شد که ورزش باعث دوری جستن از عامل‌های نامطلوب می باشد. در فرجام غالبان با مدال و دیپلم ها سرفراز گردانیده شدند. باعث افتخار است که در مسابقه مذکور از شهر پنجکند نیز ورزشکاران سزاوار جایهای نمایان گردیده، یک نفر سزاوار جای اول و چند تن دیگر سزاوار جایهای نمایان گردیدند. برگزاری چنین مسابقه ها بهر جلب بیشتری جوانان به ورزش بوده، آن در آماده سازی جامعه سالم سهم بزرگ دارد، زیرا جامعه سالم از نسل سالم وابسته است. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و شاه حسین صالحوف. بینندگان عزیز، با مقصدی باز هم آباد و زیبا، سبز و خرم، حفظ شهری بوستانیمان از خرابکاری، پرتویی امین نگاه داشتن آن مأموریت کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکند به مردم دیارمان مراجعه نموده است. حالا توجه نمایید به متن مراجعتنامه. مراجعتنامه مأموریت کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی شهر پنجکند به ساکنان شهر پنجکند. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی پیغام. تا برنامه دیگر تنزیت و خانه باد باشید. خیر.